به برنامه نوبتی هوشیار خبردار خوش آمدین. سلام های مرا بپذیرین. امیدوار هستم که همتان جور، صحتمند و سر حال باشین. از اینکه چینل یوتیوب ما را سابسکرایب میکنین و لایک میکنین ما یک جهان سپاسگزار هستیم و باید بگوییم که این برنامه هوشیار خبردار مانند یک مجله آنلاین است که شما را انرژی مثبت میده و خبرها و مسائل مهم را به آگاهیتان میرسانه. با کامنت های خوبتان همچنان کامنت های مثبتتان میتونین برنامه های ما را پررنگ تر بسازین و همچنان اگر موضوعات داشته باشین که ما در برنامه با شما شریک بسازیم به ما روان کنین، ما به نام خودتان او را شریک میسازیم. خب در این روزا شما چه خبرها را دنبال میکنین؟ و جالب است که ما شما همیشه وقت صبح از خواب بیدار میشیم، کوشش میکنیم تلفن خود ببینیم، خبرهای روز ببینیم، چی از کشور زندگی میکنیم یا بخصوص افغانستان. من خودم شخصا هر روز صبح BBC را میبینم که اخبار BBC چی است. همچنان روزنامه 8 صبح بسیار روزنامه خوبی است که اخبار خوب را و داغ را از افغانستان پخش میکنه. در اخبار چند روز قبل یک موضوعی که واقعا جلب توجه کرد و همچنان مرا احساساتی ساخت اوی بود که هبتالله آخوندزاده رهبر حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت خود را در یک مقدمه 4 فصل و 35 ماده توشیح کرد. این قانون امور مربوط به امر به معروف و نهی از منکر و همچنین هیئت فعالیت محتسبین این وزارت را مشخص کرده است. خب محتسبین کیستند؟ محتسبین اصلی ترین نیروی اجرای این قانون هستند و که در همه ولایت ها فعالیت می کنند. محتسبین وظیفه دارند تا بر رعایت شریعت اسلامی نظارت داشته باشند و متخلفان را به دادگاه معرفی کنند. با توشیح و نشر قانون امر به معروف و نهی از منکر بازوی قدرت مجریان قوی‌تر از گذشته می شود، با ویژه این که حمایت کامل رهبر طالبان هم اینا با خود دارند. و پروین اعتصامی شاعر زبردست یا مشهور ایرانی در مورد محتسب که میگه محتسب کی است، یک شعر سروده که من چند فرد از او را بر شما میخوانم. پروین اعتصامی میگه محتسب مست بره دید و گریبانش گرفت. مست گفت ای دوست این پیراهن است، افسار نیست. یعنی مقصدش افسار چه حیوانات را میگن من انسان هستم حیوان نیستم، چرا گردن من میگیری؟ گفت مستی. محتسب چی گفت؟ محتسب گفت مستی زان سبب افتان و خیزان میروی. گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست. گفت باید حد زند هوشیار مردم مست را. یعنی محتسبا خدا هوشیار میگیرن. گفت هوشیار بیار اینجا کسی هوشیار نیست. واقعا شاید محتسبین یا این کسا فکر میکنن که اینا هوشیار هستن، اینا همه چیز را میدانن، اما هوشیاری در این نیست که ما دیگرها را زجر بدیم، دیگرها را شکنجه کنیم، دیگرها را کنترل کنیم، بلکه هوشیاری در این است که چطور ما دیگرها را کمک کنیم، چطور ما دیگرها را برشان محبت داشته باشیم، مهربانی کنیم، چطور به دیگرها کمک کنیم، که هیچ وقت محتسبین او کار را نمی کنن. خب در این قانون محدودیت های بخصوص برای زنا است که به نام عورت یاد میشه. عورت یعنی چه؟ احکام مربوط به حجاب زنان اولین مورد از بایدها و نبایدهای این قانون است. یعنی این که تعزیراتی که بالای زنا قرار گرفته. چند ماده را میخوایم در این مورد بر شما صحبت کنیم. در ماده 13 آمده است که ستر تمام بدن زن الزامی است. یعنی باید بدن زن همش پوشیده باشد. پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. در حقیقت اینا ترس از فتنه یعنی مقصدش ترس از مرداست. یعنی میگه که چون مردا چون از یا سیل نکنه، مردا شاید فتنه در مردا باشه، میگه به خاطر ترس از فتنه یا ترس از مردا یا باید تمام روی خود را بپوشانند.
صدای زنان بلند خواندن آهنگ‌ها، نعت‌ها و قرائت در مجموع عورت است. یعنی چی؟ که صدایش بسیار بلند نشه، صدایش باید بسیار خاموش باشه. لغتنامه المعانی ذیل کلمه عوره را به معنای اصطلاحی آن این گونه بیان کرده. لغتنامه چی میگه؟ میگه از نظر زبانی عیب و نقص است و شرم آدم از آن چیزی است که ناپسند باشد. عوری. از نظر اصطلاحی عورت آن چیزی است که باید پوشانده شود. عورت یعنی چیزی است که باید پوشانده شود. بند 7 این ماده همچنین گفته است که نگاه کردن مردان بالغ بیگانه به بدن و چهره زنان و نگاه کردن زنان بالغ به مردان بیگانه حرام است. یعنی شما باید وقتی که یک زن میایه باید سرتان خم پرتین، هیچ به اون نگاه نکنین که ندیدیمش، و همچنان اگر یک مرد میایه یک زن باید سر خود خم پرته، هیچ بگویه که ما ندیدیمش. همچنان چی گفته محتسب مسئولیت دارد که از خارج شدن صدای زن یا موسیقی بیرون از خانه یا مجلس جلوگیری کند. موضوعی که برای زنان افغان مشکل ساز است در بند 8 ماده 13 آمده است. بند 8 ماده 13 از قانون چی میگه؟ میگه هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خیش بیرون شود، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید یا بپوشاند. یعنی اگر از خانه خود میخوای بیرون بره، تا مغازه بره، تا مکتب بره، یا تا اولادای خود ببره، یا چیز پشت خرید بره، باید چی کنه؟ باید صدا، روی و بدن خود را ستر نماید یا بپوشاند. بر اساس این قانون هر مرتسب میتواند یک زن یا دختری با ویژه در کابل را که چهره خود را نپوشانده متوقف سازد و تعریض نماید. یعنی اینا را متوقف کنه و برشان بگوید. همچنین در ذیل حکم مربوط به خودروهای مسافربری آمده است که محتسب مسئولیت دارد که رانندگان را از انتقال زنان بی‌حجاب و بدون محرم شرعی عاقل و بالغ منع سازد. یعنی ای که یک زن نمیتونه بدون محرم شرعی یا بدون پدر، شوهر یا برادر در تاکسی بره، در سرویس بره. تصریح شده است که این قانون در تمام ادارات، اماکن عمومی و بر همه افرادی که در قلمرو افغانستان اقامت دارند تطبیق می شود. یعنی این قابل تطبیق است. خب دوستای عزیز، ببینین چندین مشکل داره این قانون. اول ای که این قانون صدها سال مردم افغانستان را به عقب میبره. مردم افغانستان را به عقب میبره. خانم ها بیشتر از نیم جامعه افغانستان هستند. باور کنین که 40 سال 50 سال خانم ها چادری و قدر نداشتن. چادر میپوشیدن اما چادری رواج نبود، یا نقاب یا ستر کامل وجود نداشت. به این خاطر این قانون صدها سال میبره. و دوم، مشکل دوم چی است که این قانون به خصوص خانم ها و دخترها را چی میکنه؟ مانند قوانین دیگه، مانند تعزیرات دیگه در خانه حبس میکنه. وقتی که شما بفهمید که از خانه وقتی بیرون میشین یک مشکل است. ما مهاجر بودیم در پاکستان و میدانستیم که پلیس پاکستان مهاجرین را همیشه آزار میده. به او خاطر مردها همیشه کوشش میکردن که از خانه بیرون نرن. این به شکل طبیعی است. ترس باعث چی میشه؟ باعث عجیب میشه که خود ما شما خود را سانسور کنیم یا حق خود را پایمال کنیم. این باعث میشه که زنها تنها در خانه باشن، دخترهای جوان در خانه باشن. وقتی زن، خانم و دوشیزه یا دختر در خانه باشن، چی میشه؟ یک نسل از بین میره. یک نسلی که باید نسل آینده، نسل جوان ما که اونا باید افغانستان را آباد کنن، یه از بین میره. یعنی ما به طرف چی میریم؟ به طرف تاریکی میریم. به طرف تاریکی میریم. و این واقعا وقتی عزیز که نه تنها خانم ها، زن ها، کنه ها آواز خود را بلند میکنن، بلکه مردهای افغانستان، جوان ها، پسرها، اینا هم آواز خود را بلند کنن و در همه جای از طریق یوتیوب، از طریق فضای مجازی نارضایتی خود را ابلاغ کنن. این حتما نیست که ما باید جنگ کنیم، ما باید سلاح بگیریم. نه خیر، نه. نارضایتی مدنی بزرگترین کار را که میتونه جوانای امروز، مردها در افغانستان انجام بده، نارضایتی مدنی است. یعنی امی نارضایتی خود را از طریق فضای مجازی، از سوشال میدیا، از طریق های مختلف اینا بیان کنن که این امکان پذیر نیست این قانون. خب دوستای عزیز، با امید از این که این قانون هر چه زودتر لغو شود و منع شود. خداوند با شما باشه. هوشیار خبردار،
یک برنامه معلوماتی و خبری است که از طریق چینل یوتیوب افغانستان نکست جنریشن تقدیم میشه. خواهش میکنیم که چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین و امرای دیگه دوستایتان ایره شریک بسازین.